خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیم فرمول کار میکنم در کدام پروگرام؟ در اکسل. اول ده سوال توقع شد امید که در اکسل چطور ما میتوانیم که میدیا پلیر باید باشه در پروگرام ورد، در پروگرام اکسل، در اکسس، در هر پروگرامی رقم سوالی داشت که میدیا پلیر باید باشه که میدیا پلیر ما میارم. خب ما اینجا دیولپر تیپ دارم پیش از پیش. اگر نمی بود اینجا شما باید بی دیولپر تیپ را انتخاب کنید. دیولپر تیپ آمد یا نامد. ضرور که دیولپر تیپ باید باز باشه. ایرا دیولپر تیپ که باز کردی اینجا بیا انسرت تیپ اینی کلیک کن. که کلیک کردی داخلی اینی مور کنترل باید بیایی. چی نوشته است؟ ویندوز میدیا پلیر یار این تو چیزا سی تو کامانداس کار میشه که بسیار زیاد چه وزل بشه کار این رو اوکی کن. ولی مطلب نه در این ساعت تو آمدی شما برش میگی قدر میدیا پلیر باید باشه. خواهی میدیا پلیر هم یہ پیدا است. چی کنیم میدیا پلیر؟ رایت سرش کلیک کو پراپرتی. در پراپرتی که آمدی در این ساعت باید بی کستوم اینجا باید کلیک کنی. فایل نیم اور URL کدام فایل شما اینجا ران میکنی؟ براوز شما میخوایی که فایل ران کنی. اوکی ای که ران میکنی start full screen باشه، fit to باشه، چه کسا باشه همی صحیح است. اوکی عالم ران میشه؟ نمیشه. باید ران شما شما دیزاین مود باید بکشی. صحیح؟ این رقم شما در هر پروگرام می سیستم چی میشه؟ پلی میشه. خب می فرمول کار میکنیم. اول امروز یک نفر می که آیدی نمبرشان است. آیدی نمبر شما اکسس میخوانی شاید در فرمول زیاد تکرار استی. آیدی نمبر، دیت، نیمشان، جاب، salary, commission, taken money, absent day, total, salary. یک فرمول است. یک نفر کنترل پلاس بی دا سنتر آمدی شما میخوای که فرمول کار کنی که فرمول چی مانا چه قسمی مثال ای فرمول کار میکنه. آیدی نمبر 1 انتر 2 شما میخوای که تکراران در این ساعت تکرار آوردی. کنترل پلاس کالن با این تاریخ مشکل اکسس نمیشه ساز آیدی نمبر خودش جنریت کنی رای خصوصی کنم میتونه از سیریز کار برد کردم. نمیش مثال کمال است. صحیح جابش ड्राइवर सैलरी 6000 कमीशन 600 टेकन 2000 ابزین چند روز غیر حاضر است 4 روز. در یک دفتر یک نفر زیاد نفر است. مثل تو دفتر است که مثال 500 600 نفر کار میکنه. سمال دفتر است 15 20 نفر کار میکنه. مثال عبدالله یک دفتر کار میکنه ماه 6000 تنخواه است. او کمیشن اضافه کاری 600 روپیه داره. خب ماش لاپارا نشده 2000 از دفتر گرفته و 4 روز غیر حاضر هم است. پیسه ازی چقدر معلوم میکنید؟ فرمول باید باشه که معلوم شد که چقدر پیسه ازی میمانه. اکوال ما برات گفتم که در اکسل اکوال بسیار مهمه. آمدی سالری جمع کمیشن منفی تیکن منفی باز سالری تقسیم چند روز؟ 30 روز. ضرب بیت شوا پس ضرب در چی شود؟ ابزندی انتر 3800 روپیه. ببین ای هر چند نفر که باشی فرمول دیگه جور شد. مثال به این تاریخ انتر
ولی منیجر 2000 افغانی معاششان است، 500 روپا کمیشن داره و 500 روپا گرفته. 2000 من ده نمان 30 روز غیر حاضری کرده. چند روز؟ 30 روز. از غیر حاضری مثال به 30 روز معاش ازی تقسیم میکنه، 30 روز غیر حاضری کرده. ببین 18 صد میمونه. 30 روز معاش ازی که جمع شد چقدر میشه؟ 200. 200 که از 18 صد کم شد اینقدر معاش ازی من. اینی فرموله. استاد این فرموله که اپلای کردیم از پیش سفام از سازگی میشه. این هر قسم ممکنه میتونیم سی و چند طریق دبل کاما حالی باید کار میکنم. خیلی یک فرمول بود. این آسان فرمول که مثال چطور میتونه که در دفتر سهم کس معلوم کنی، سالری تکن و هر چی که باشه در آخر فینال این میمانه. باز دفعه دوم که باز من سالریش که پشتو اول آمدم سالری کتی کمیشن جمع کردیم. اردو که جمع شو باز من پی تکن چقدر گرفته. باز آمدم من پی سالری بیت شوه که من پی سالری تقسیم 30 روز شوه که روز چقدر میه. باز هر چقدر که رسیده و باید دابزن دی ضرب شوه که چند روز ای غیر اثر است. کدام آسان فرمول. فرمولی تو یک چیز است که فرمول چود بزنه و خود حل میشه. فهمیدی؟ F2 ID number, name, job, salary. ایسا हम एक फंक्शन करने के लिए आसान इक्वल if अगर टॉप के पृष्ठ के निकास हम शुरू में शा कदम बटन टॉप बटन if अगर जॉब मसावी بود डबल कोटेशन मैनेजर डबल कोटेशन कामा 8000 वर्ष माश कामा if खास शुरू अगर जॉब या C2 मसावी بود डबल कोटेशन ड्राइवर डबल कोटेशन 9000 वर्ष माश पते कामा if खास शुरू अगर जॉब मसावी بود डबल कोटेशन कुक डबल कोटेशन कामा 3000 वर्ष माश पते कामा डबल कोटेशन बेद में कामा if अगर जॉब मसावी بود डबल कोटेशन टीचर डबल कोटेशन कामा 6000 बेद माश पते डबल कोटेशन कामा कामा डबल कोटेशन में if अगर जॉब मसावी بود डबल कोटेशन एडमिन डबल कोटेशन कामा 12000 बेद माशा सही डबल कोटेशन में ما میگیم که علی شما گفتی که باید 00 بد نبیه حالا که انتر کنی چی می 00 آمد یا نه فالس یا میده یا لما میده یعنی فالس حالا خالی باشه نه شما در این ساحه باید بی کاما डबल कोटेशन एंटर ये तो फिक्र को करा दे सा है फॉर्मूल इस्तेमाल नशा खतना आईडीश इना पर 004 आईडी दारा सही नेमिश कमालस जाबिश मैनेजरस एंटर करना पश्चिमा दिगा 0 सीसी दही सहा जमाल ड्राइवर مشتی شد شما میتونه که این سحر را لاک کنید وقتی که لاک کنید هیچ کس نمیتونه که دی ادیت کنه و تنهایی قدر میتونه که اینجا انتری کنه و اینجا دی خو انتری کده نمیتونه که وقتی که فرمولش هاید باشه و اینی فانکشن سحر لاک باشه
او ساحه لاک که ما برات کار کردیم در کدام ساحه اینجا استاد مثلا بغیر از نامه‌ای که ذکر کردیم استاد ادمین تیچر استاد اگر باز اگر دیگه مثلا یک وظیفه دیگه باشه موضوع خیلی کردن نمیتونه نه اگر ما اینجا بیم که جان مثال ای ما دای سلزمن داخل نکردیم صحیح سلزمن علی هیچ نشان نداره اینجا باز میتونه اینجا با میتونه که برش کنه که این نفر نباشه یا فعال زیاتری یا برشید ماشت این باشه خب میتونه اینجا بیاد به اینجا فرمول یک دفعه کار کردی اگر اینجا شما بی این رقم خود نوشته کنی با این فرمول باز میتونه که نوشته و ما میتونیم که این را هاید کنیم دیسا هم آمدم ببینی سوال جواب دا فارمات ای بیت لاکسل الاک پس دیسا هم آمیم چی برش بگم فارمات ای صاحب لاک شوا پس اینجا می فارمات پروتکت سل آیدی دوست وحید چیز تیچر خب که اینجا یک نفر می هیچ نمیتونه که دیگه ایدیت کنم خلاص شد دیگه ایدیت کردن هیچ تغییرات آوردن نمیتونه فرمول خو هاید میکنیم فرمول مثال اینجا یک نفر آمد اینجا فرمول ایدیت میکنه ایدیت کدا خالی نمیتونه خب ما میتونه که فرمول هاید هم کنیم هاید خو خواندی یا نخواندی او کامند که خواندی ما شما او کامند با دیگه استفاده نمیشه با دیگه خاطر که شما او را میمانی که ولای با یک جای بدر میخوری هیچ جایشان است چقدر کامندا که در اکسل خواندی پس باید با فرمولا و فانکشن و کامندا را استفاده کنی چرا با می خاطری کامندا ضرورت شد کمپانی جور کرده خو بیا د خپل لاک نه وباسه کنه تا به د حد په یو فرمول چې څو جوړی تر اخر حاله پورې که چیرته دې کې غواړي یو وخت یو څه یاد کړي اوس بل څوک دې کې څه نشي اضافه کولی اوس ما این فرمول جور کردیم تو چیزی اضافه کردن نمیدانی چرا که خب ما لاک تو چی میفهمی که بالا ما کدام پاسورد دارم ما که خود پاس بخوایم که فرمول به ادیت شو برای ما زنگ میزنیم ما می پاس در دیتابیس که باش فرمولا باشه پاس وارد جور میکنه پاسورد برای ما یاد است پاسوردش اعلام میکنه پاس در ادیت میکنه فرمولش میخوای که در اینجا 10 15 وظیفه دیگه اضافه شده صحیح و اگر این رقم نباشه ببین در اکسل دیگه شما رفتی صحیح این خب پس که انلاک کنی انلاک هم میشن یک دکان است دکان دواخانه است مثال دواست دوا فروشی است صحیح این سریال نمبرشان است اینجا دیتشان است یعنی پرچی یا سل دیت و نیم آف medicine و آخری طرف آمدی پرایسش کوانتیتی ارتی دیگه در دیتابیس وظیفه تو است که چقدر کوانتیتی باشه به چقدر پرایسش باشه پی پرایسش آنسینی چیز پی پرایسش مثال دواست و پاکت با چیز حساب میشه پی پرایس وقتی که اینجا یک نفر می فرمول میکنه اف استفاده می اف اگر اینی خانه مساوی بود کتی مثال डबल कोटेशन कामा दार कामा एफ अगर इन्हीं खाना मिसाल हर दवा जुदा मिसाल नाम दार है इक्वल टू डबल कोटेशन बॉस कामा प्राइस इंतखाब के प्राइस इंतखाब करी बिबिन एक नफर में दई सा मिसाल इ नफर आमद इ सीरियल नंबर است اول کس با اینی دیت تو ناکی مثال دواخانهش قیمت برای تو معلوم نیست 500 یا 1000 رقم دواست چطور میدانی که هر کدام قیمت برای تو معلوم باشه پانتون پارت تایم میخوانی صحیح خوب این خود یک دیتابیس جور کردی اول نوشته کردی که اینجا که بیایی مثال ایکس خانه خودی گلاک می باشه پاراستامول
استانبول سپیر به تو بسید اول دینا کافی کنم خفان نش کنترل پلاس بی ال انتر میگه دارم اف فانکشن است شما میتونید که اینجا از کدام فانکشن استفاده کنید اف فانکشن است خب باید اول یک دیتابیس جور که اول باید که یک نفر مثال مشکل اش میگه دیگه اورا پیداش میگه جنرال کڅنګه کو ډیټابیس چې جوړي هغه د مشکل په غاړه ویسه کنه دا د ټایپ کې انټری دیو کټه دا ډیټابیس جوړیږي د څه خونه کې یعنی چقدر گنجایش داره آفرین چقدر خوب سوال دا اکسل 2000 که است 2003 تا 8 تانه اف او تر ما دادن میتن 2000 خصوص اش اف خو اینجا لایت یعنی در دورده هم باید آفرین پشتو باش دا یکی از 8 دانه بود 8 دانه اف که میدادی انوال که میدادی کار نمیکرد اینجا اف که است خب این خو این قسمی فانکشن بود د ای سهم میم نمبر country capital یا کود نمبر یا موبایل نمبر ایک فرمول جور میکنی صحیح ما دا پتا نشته ما فاند کرده آنون سبا ریکاردو نشته دیش چیسته ده سخ وقت که ده پختنا خب کپیتال یک نفر میگه دی چی قدر مثال هر ما دی سان نوشته میکنیم که ایران به این طرف به تهران پاکستان اسلام آباد افغانستان کابل پایتخت به نامی ملک نوشته کنی به پایتخت چی شو نوشته شو یا دیسا 24 ولایت د افغانستان اسکار ولایت نوشته کنی اینجا باید ولسوالی نامش به مکمل ولسوالیش به دیتیلش به دیسا ایرا کدام فانکشنی کار میکنه تنها همین اف فانکشن است خب ببین دیسا هم آمده ایکوال اف اگر این دیسا خانه ایکوال تو اف جی اچ افغانستان بود دبل کوٹیشن کاما ٹکس دا ڈبل کوٹیشن بند میشا بعد به چی نوشته کنی کابل ڈبل کوٹیشن کاما اف اگر اینی خانه ایکوال تو ڈبل کوٹیشن پاکستان بود ڈبل کوٹیشن کاما ڈبل کوٹیشن بازی ساها تهران نوشته کو ڈبل کوٹیشن کاما اف اگر اینی ساها ایکوال تو ڈبل کوٹیشن پاکستان بود ڈبل کوٹیشن کاما ڈبل کوٹیشن اسلام آباد اسلام آباد ڈبل کوٹیشن دلتا خود پاکستان پایتخت دانه ده دلتا ایران پایتخت کاما اف اگر اینی خانه ایکوال تو ڈبل کوٹیشن ڈبل کوٹیشن کاما ڈبل کوٹیشن دوشنبه ڈبل کوٹیشن اگر چیز نبود کاما ڈبل کوٹیشن خانه خالی بید بید 2000 دا ضرور نیست که تو قوسا را بند کنی مکمل خود میگیره ضرورت نیست یک مسیج برات بید نمبر 1 یک نمبر دایسته همه نوشته بگره که پاکستان انتر اسلام آباد بکش دیگه کس به اینجا ایران تهران افغانستان کابل
استاد پیشنهاد می‌کنه اگر از یک ولایت و ولسوالی‌اش بگیریم مثلا مثلا اگر کسی به فرض کنیم مثال ننگرهار میشه کنه خصوصا چندین ولسوالی داره و به چه شکل نشون میده قریه‌ش هم نشته که بود تعدادش میره باید اول شما که فارمول جور میکنی اول باید کوتیشن او را نوشته کنی. حالا که مثال کابل است چند ولسوالی داره یعنی کان نمبر ولسوالی رو بدونی 4 ولایت نوشته کنی اول خود باید فارمول جور کنی. دیسا مثال پروینس صحیح پروینس یا count of district یا number of count of district ایرا count of district که دیسا هماری اینجا می equal if اگر اینی پروینس مساوی بود دبل کوتیشن د کابل سره با دبل کوتیشن کاما 14 کاما if اگر اینی خانه مساوی بود د چا سره ننګرهار ډبل کوټیشن کاما څو ولسوالۍ لري څنګه سخت مطلب وایي سپاینه کې بيستوي مطلب این که سال مثلا دیتیلز گذاشت باستان دیتیلز چقدر نشته میشه سال اگه اینجا نشته کنیم که مثلا استاد اف پروینس مساوی باشه با کابل سیس می استاد اینال چندین داره مثلا 14 نه نمبر چه نمبر داره نمبر می طریقه بکش مثلا کار کردیم مثلا اف استاد این کنتری مساوی به افغانستان شد و خود پایتختشون چگونه و نام ولایتاشون بگیره استاد دیگه چی سه کامل کنون ولای کنه پوښوي ارګومنت یا کنډیشن چې څو دانی ضرورت او اف تمن کولای شي دغه وخت کې مثال یو یا دوه کنډیشن وو تر دریو پورې با استاد کدام شمیره مثلا میگه استاد اگر مثلا اینجا پروینس مساوی شه با کابل سیس نیست ما کل ولسوالیش میتونیم مثلا پغمان است یا استاد قره‌باغ یا نشته میکنیم که مثلا 14 دارم ولسوالی ده اینا وقتی پروینس نشته کنیم اینا استاد باید در اکانت اف کدامش میگیره کدام دیستریکت میکشه استاد کدام ولسوالی ده چه قدر که تو دا ټیپ کړي کله کې بکشه استاد مثلا خو مثال ما د ایسه یا رقم وی سوال تینی اس کی جنشته کنیم کابل انتر برکنه که 14 ولسوالی دیستریکت اگر این رقم دجی شما اینجا کابل آمد د ایسه باید بی double quotation delete مثال کابل وای ولسوالی بګرامی صحیح بګرامی باز 4 آسیا خو double quotation رقم ولسوالی شما ده صحیح معنی نه خو دای سها ببین یک مشکل جور میکنه که در مابین تو سپیس بیدی ببین مکام ال سپیس کی باگرامی و چاراسیا و پلانکه و بلانکه هم دستر تک واسه کنید دستر جواد استاد من نگرفتم سوالمو جواب چی گفتی؟ استاد رو بیشتر گفتی اف این کنچی مسایی به افغانستان شد استاد افغانستان رو شد باز یک سل کابل رو نوشته کنه باز دیگه سل مثلا نوشته کنه تعداد ولایت‌هاش مثلا خود دیگه سلو فرموله نوشته بودن نه استاد در یکی نمیشه بس چی کار کردی کانکوتنیت نه اینجا که ما کابل میکشه کابل مثال ایران تهران این طرح باید بی که چند ولایت دارن اینجا ما میم که اینجا ایران بود این قدر ولایت بکش اینجا دیگه اف استفاده میکنیم صحیح که استفاده کولای شی کرد استفاده کن مشکل با اف مثال اگر یک نفر دی صحابه که آیدی وای کنه نیم جاب سالری څنګه پښتنه شي پښتنه وکي پوښوي 1 2 نیمش خان جابش منیجر stop speaking سالری 3000 سالری داره یک نفر دیگه دایی سهامت 5000 عالم به یک فنکشن است که ضرورت برش میشه دا ما اټ کړی اپشن کې
درته وروسته آپشن ده آپشن مې د ای ساحه ما میم ټوټل درته وایم صحیح ټوټل سالری آف منیجر منیجرها چقدر سالری میگیره ټوټل سالری آف منیجر د ای ساحه مری ټوټلز منیجر ټوټل منیجرز چند منیجر است یک طرف سالری معلوم میکنی دیگه طرف منیجرها معلوم میکنی که چند دانه منیجر است و منیجرها در این ساحه چقدر سالری میگیره شما باید اینجا یک فرمول استفاده کنید یک لیست است لیست 1500 نفر است در این ساحه یک نفر برات میگه دانه سالری منیجر اٹ کو اینجا سالری کی باید جمع کنی منیجر equal sum if قوس شروع اگه ساحه شما میتونید که با کمال کالم هم انتخاب کنی ضرورت نیست اگه ای خانه کاما باید بید ایکوال نتی که ایکوال بس کار نمیکنه دبل کوتیشن منیجرو دبل کوتیشن کاما با سام چیکو ای سالری سام انتر ای که سالری کی میگیره منیجر ببینید 3001 منیجر میگیره دیگه منیجر 21000 24000 میشه نمیشه منیجری سیومی 39000 24 39 63000 count if اگر اینجا ما بیم ایکوال بده ایکوال کار نمیکنه باید کاما دبل کوتیشن یعنی منیجر باشد دبل کوتیشن کاما ای صاحب سالریش کاونت کو صبر باقی ولی count کو equal count مکمل count if اگر اینی ساحه double quotation منیجرو double quotation comma salary شکو سالری ما یا وطنا سینا شبای کنه براتیات argument نمانی سالری که ما چکا شرمامه ده کار بنه کی کنه ولړې ته ما چې تاسو مو پښتنه وکړه مرده څه وایي ته سالری خو مته ما کنه ولا نه ولا کاری همین قسم ای خو ټوټال منیجر بود که تور ما میتونیم که اینجا ټوټال ټیچر سالری معلوم کنیم همین قسم فانکشن است یا یک فانکشن است یک فرمول است دی فرمول دی خو شما مثال اینجا یک شرکت است چند دانه برانچ داره شما یک د پکتیا داره یک د خوست داره مثال یک د لغمان یک د بغلان شما میتونی که یار سالری هر برانچ جدا جمع کنی کاونت نفر چقدر نفر دا او کار میکنه جدا جدا نفرش جمع کده میتونی یا نمیتونی یا یک مکتب است مثال اینی پر مکتب است برانچ داره صورت که برانچ شاید رشی برانچ داره مثال برانچ چند دانه برانچ داره اینجاست که دی برانچ چقدر ٹیچر است چند سالری میگیره کده بار کدام می رقم از کدام فانکشن کار میشه ران کی من این خو ایف فانکشن بود میم که ریزالت ما برات اول گفتم که از یک استاد عبدالله که از تو پرسان کردیم که چطور چه قسمی بید معلم سے ریزالت پیدا شد ریزالت نیم اسٹوڈنٹ نیم یا اسٹوڈنٹس فادر نیم یا کلاسش کلاس دی سبجکتس مکمل سبجکتس تکرار میشه مثال یک چند سبجکت است پشتو، dari،
صحیح، هیستری و انگلیش. شما میتونید آخری سبجکت را حساب کنیم، مهم نیست. صحیح، انگلیش و این طرف مید. در آخر مضمون چند سبجکت شما میخواین در مکتب؟ دستین به 12 و 11 14 تا 11 بید. توتال مارکس چی قدر میشه؟ ابتینی چی قدر بده سورده؟ و ایوریجش چی قدر میشه؟ اینجا گرید یا ریزلتش چی میشه؟ آیدی پرس شاگرد آمد، خان جان کلاسش مثال 6 یا 9 دا 44 نمبر برده، 77 88 99 مت 33 توتال مارکس. چند مارکس به توتالی ببره؟ چند سبجکت است؟ 1 2 3 4 5 سبجکت. مثال 500 10 توتال ما टारगेट ऐसी पे टारगेट मार कीनी है की कदर बेत परा कोना total mark आले up 10 marks equal सम में कनी के मुकम्मल सम शवाया इनी marks जमा this one enter total marks 600 एवरेज आले में कशी एवरेज चिका दरस इक्वल टोटल मार्क्स तकसीमी चंद सब्जेक्ट्स 15 सब्जेक्ट की بود 15 आले 5 सब्जेक्ट्स एंटर 88 खूब इन जमी वाले या रिजल्ट या ग्रेड बरिश में थी ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी इक्वल इफ अगर इन्हीं खाना ज्यादा بود از چی؟ 70 کما میخوره دی؟ افعال زیاد بود از چند؟ از 70 کاما डबल कोटेशन पास डबल कोटेशन कामा गण بود बस filled double quotation this one should خو دای سه مامیم کاما double quotation دیگه آرگومنت نمیخوره دای سه صحیح استاد این فعل باز نمیتونه استفاده کنیم مثلا اف اگه پایین از یک آرگومنت مثال گرید مریش رقم داده می نمبر دوم شاگرد است نامی کیهان است father name is الهام the سمپینوس the یک سمپ ریزالت جور میکنی نینت کلاس بین هم ریپیٹ شود دهی مضمون 99 مارکس 88 70 اینی و یک قدر مارکس چه شده اینا پاس شد یا نشد بیسدی چه قدر شد 85 در گرید ای میه پیش عبدالله دیگه که اون نفر که معلم سے باشه تنها باید دهی ساحه انتری کنه وقتی که انتری کنه امید تنها که هر چی قسم مشکل باشه او را حل کنه یا پیدا کنه باید ده فانکشن شما باید کار کنی به این قدر کار ده فانکشن میشه هر زین جدا ذخیره در او باید مصرف کنی برای که مثالی اف زیادتر 95% وظیفه اف میکنه کندیشن است اگه رقم بوده که سمیه اشکال خود نداری ده آزری استاد هم میتونیم مثلا در یک سال استاد چه آزری ولی چه خامله و چه غیری پرسنت کاونت که اف کچر استاد جانی برزو باز چی جور میکنیم آزری جور میکنیم اگر پرزنت بود را که می پی پرس میکنی یا ای اگر پرزنت بود ای پی اگر پرزنت بود پی پرس کو اگر ابسنت بود ای وقتی که شما اینجا فانکشن برای داخل جور کو یعنی پرزنت ای کاونت کو کدام خانه ای خانه که چرت پی بود او را مکمل برات کاونت میکنه مثال
اینا پر است ایرا present صحیح. یگان سهارایی چی است؟ absent abbreviated present. شما در این سهمی فرمول جور میکنی if اگر کاونت کو چی کاونت میکنی؟ COUNT کاونت کدام سهارا کاونت کوی نیست سهارا که مساوی بود با چی؟ که مساوی بود با پی کاونت اف کو بایی کاونت اف کو اگر این سهارا چی مساوی بود؟ پی خیلی پی حساب نکرد چرا که مشخص برش نشد اف. حالا شما میتونید اگر اف کردی اینجا باید اکوال چی باشه؟ نباشه. وقتی که اینجا اکوال باشه کار نمیکنه. اکوال باید یک طرفه کنی اینجا اکوال باید چی باشه؟ کاما 6 روزی هزار است. امی رقم میتونی که امی قسم در جی پی ای نوشته که ابزنت هم برای چی میکنه؟ بس هست؟